اینجا گذار پینان شو اون لباسه که قبیده دستونت شکند فروخ این لباس رو با کدام زنی که میگیری روزی اولی پوشیدنش انشالله رویش پر از خوب داغ قهوه کچوب شود انشالله که میشود فروخ مادر چی شد؟ اوف در باره کدام زن گپ میزنی؟ در باره اون زنی که لباس رو با اون میگیرد شاید برای شما گرفته ایستاده است. پدرت هیچگاه با من لباس نگرفته است. همه لباس ها رو خودتون میگیرید آخر. همین خیر؟ بله. میبخشید خانم یک لباس گرفتم در تنتون چک کنم میشود؟ آنه اون زن خیلی زیبا ها؟ تو را میسوزانم فروخ میسوزانم یک طرفی یک طرفی بخشی چی وقتی رو گرفتنم لازم تویو مادر جایی من رو سرده مادر جو سرده خیلی سرده دختر سرده مادر جو تشکر خانم زیبا آماده ایستاده است. بخشش یک چی پرسم لباسای زمستانی رو نمیداری در کدام طرف است؟ ما از کجا دونیم مگر ما اینجا چیکار میکنیم عزیزم؟ ببخشید ناراحت کردم ببخشید نه ملیس انیق چهیله دارد انیق رفتیم تا که او رو گم نکنیم رفتیم دخترم جمستانم در کجاست؟ رفتیم مادر جان بایستا خیلی کنم مادر جان با فکرم کمیسر اونال غمگین است. تو نمیدونی بنیو به حل یگان مشکلی هست. سردارم اونال؟ نه یعنی من این خیلی یگان چیزی رو پی نبردم. من پی بردم. من اونال را خیلی خوب میشناسم. این خیلی شدنش ممکن است. از دست سردارم همه کار میآید. این خیلی عجیب است. نه خود برای کالتاکلوس را دستگیر نکردنش این خیلی پریشان و غمگین شود. بله یک چیز را گویم در سرش فقط کالتاکلس است. همین خیلی؟ البته حتی سبب ویران بودن مناسبتی اکه اونال خطی ینگه هله همین کالتاکلس است. یعنی تو همین درجه؟ خب خدا گوش کن با تو یک چیز را گویم سردارم یک مرتبه در گازیته برآمد ینگه هله همه رو با پا خیزون من باشم خلط ینگه هله رو پوشیدم انا حکایت دور و دراز است کار از کجا سر میزند اما کمیسر اونال هیچ گناهی ندارد با گذشته صلوات میگوید اکه اونال شری نرای لوینت ها این رو با امنیت شهر برده رسان امرتان را با جا میارم سردارم اونال بیا به طرف خونه با هم برای خوری رویم. طرف خونه؟ بله پس لوینت هم بیاید. چی های؟ الیمنت آمده نمیتواند چون که من با او پرونده دادم در حال اون را دیده برآمدنش در کار است میتوانه؟ چی؟ بیا اونال من خیلی گرسنه مرا نرنجان. مایلش نباشد در اونجا یک جای هست بقله جان رو بسیار خوب میپزن همونجا میرویم. این را بینه با سردارم خوراک بقلجان میگوید این زن نیتش ویران است این زن به سردارم عاشق است بین آخر سردارم را به خوری میبرد صدقه‌مون نبره بابا اکرمت کنم با خدا سلامت باشید آقای خلیل اگر شما نمی بودید از زوده این کار چه خیلی بر اومده خلقوی داملا ما همه وقت در بر شما هستیم خیر بیایید به نماز دیر نمانیم. زیا جون ما هم به خونه می رویم عزیزم. مایل زهرا جان من چه گفته ایستادم آخر از او جدا شدم خبر میگیریم. مایلش عزیزم. استاد تو با مسجد رسیدن یک سوال دارم پرسم. مایلش پرس. خدا حافظ. آفرین زهرا جان به خدا آفرین به تو آن حرکت آخرون کرده بسیار عالی جناب دیدی هفتش در آنجا چی خیل شد؟ مگر ندیدی فهمید که از دامولازی جدا نشده ای البته فهمد بیاداب رفتیم
بعد از ترک کردن سیگار با خوردن باقلاجان آغاز کردم. در نتیجه هر دوش نیکوتین دارد. از همان روز اعتباراً باقلاجان میخورم. خطا نفهم، یعنی به جای خوراک میخورم. عزیزم در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده؟ خوبم. تو چی خیال هستی؟ چی خیلی گفته نپرسیدم. در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده گفته پرسیدم. در جویم. در مکانی هر وقته؟ مکانی هر وقته گفته چی رو در نظر داری؟ در چی عزیزم؟ در چی؟ در شوبه و خیر؟ یعنی در شوبه ای؟ عزیزم گوش کن چی؟ حالا هیچ بکار نیستم. یک گناهکار رو پرسپاس دارم. بیشرف دروغ گفت ایستاده است. باید خاموش کنم. وای بیشرف رو پرسپاس بکن. خب از او عریضه‌اش رو بگیر. معلش عزیزم تو باستید. تو حالا میبینی اونا با این رفتاری کردگیت دروغگوی. لیکن باریده. بسم الله. بجری استاد چتر ترک شده ای پیشت رو نمیبینی. استاد خوب شد روبرو شده. من یک سوال دارم استاد. یا خدا توبه چی خوش روبرو شدیم هجری بپرس. استاد چی خیلی میدونیم دنیا توپ میخورد. بله. ماهتاب هم توپ میخورد. بله. استاد سیاره ما در اطراف خود و در اطراف دیگر سیاره ها توپ میخورد. آفرین هجری پسرم تو اینها رو از کجا میدونی؟ تشکری زیاد استاد سلامت باشید. استاد سیاره های دیگر هم در اطراف سیاره ما توپ میخورد. یا خدا بله همش در اطراف یکدیگر توپ میخورن. اکنون سوالات رو بپرس. استاد خیر چرا ما توپ نمیخوریم؟ مگر ما توپ نخورده میمونیم هجری؟ ما هم توپ میخوریم لیکن هنگام توپ خوردن به یکدیگر نمیگوییم. از همین سبب توپ خوردنمون رو نمیفهمیم. تو حالا در اینجا ایست من یک توپ خورده بیایم. مایلش استاد. خیر. یا خدا این خیلی آدمی عجیب است. هجری بای اما که خلیل چرا این خیلی سوده ای؟ استاد گفت که تو در اینجا ایست من یک توپ خورده می اویم. کی می آید او؟ نمیدونم. او به کجا رفت؟ با خدا نمیدونم. یا خدایا نباشد انتظار شو. می آیم گفته باشد می آید. شما هم یک توپ خورده بیایید. سالهای دراز با من گشت و گفتی که آیله دار میشویم. حالا جدا شدن میخوایی ها؟ روبیا تو مرا خطا فهمیده ایستاده ای. آخر من بس است اکنون تو مرا بیهوده داشته ایستاده ای فیروز. اکنون با تو باور نمیکنم. خودم رو میکشم. ایستید خانم این خیل نکنید. گوش کنید به کارتون دخالت کردن نمیخوام اما حیات بسیار زیبا و پر ارزش است. این خیل نکنید لطفاً. من از این خیل گپا سیرم الکی مرده خلاص شدن میخوام. نه گوش کنید. ببینید من و اونال رو برای یک جای شدن ما سالها لازم بودم. یعنی روزهایی بودن که من فکر میکردم که مرا دوست نمیدارد اما اونال توی مرا انتظار بوده است. همین طور نه؟ اما اونال تو چقدر این کار رو با من میکنی ها؟ بیهوده مرا میدارد میگویم سیره میکنن میفهمه. نه شما خطا کرده ایستاده. من هم خطا کردم اما مبارزه بردم صرف نظر نکردم. اونال تو هم یکون چیز بگو خیر. سرویناز اینو خیلی درست نیست. کجایش درست؟ حیات یک انسان رو نجات دادن درست نیست مگر؟ درست چی خانم در حقیقت سرویناز راست میگوید. بیهوده نگفتن یعنی صبر تلخ است ولی میوه شیرین دارد. همین خیلی نه؟ صبر هم تا جای است آخر. تا جای است. تا که این چیز داشتم هم خودم رو میکشم. نه خانم حالا به دوست داشتتون نظر کرده در رویش میبیند که با شما بسیار در مدت کار تو آیله دار میشود. همین خیلی نه؟ شما هم یکون چیز بگوید آخر. بله جانم.
خیلی خوب. حالا که آشتی شدید خورسندانه نزدیک شده. نسل یکدیگر را دارید. خورسندانه آغوش کنید مانندیم اون پرد را پرتوید. بسیار خوب بله. بادی خنک رانی محبت گرم را آغوش گیرید. خانم دست به دست کنید. اینن مانندیم بسیار خوب. آفرین بله. این خیلی فراموش نکنید که در حیات از همه چیزی بد یکدیگر را بیهوده داشتن و فریب کردن است. شرم نداشته این را باز تو میگویی. خدا شما را جزا دهد. حالی زنک جانم. زنک جانم؟ دستی مشقت را داشته باز مرا زنک جانم میگویی اونم. گوش کنید خانم حلیم ما حالا در عملیات هستیم. به کاری ما مانع شده ایستاده اید. با کارمون مانع شده ایستاده اید اینجا. زنی رزیل تو اگر کمتر ناموس بداشتی با مرد زندار نمیچسبی. حالی این خیلی نکن عزیزم گوش کن. نرا این خیلی چیز بازم در حیات میشود. اینا از ما دیده بدتر بودن. بیا جانم شینی. آی مادر جان بیهوده خودتان رو عذاب ندید. پدرم هیچگاه شما رو فریب نمیکنه. آی ملیس بسیار عصبیم. دیوانه میشوم دیوانه. خودم رو داشته نمیتوانم. مادر جان آرام شوید. مرا ترسانده ایستاده اید مادر جان. مایلش ملیس عزیزکم آرام میشوم. گوش کن اگر مانندی گفتد اگر فاروق اون لباس را برای من گرفته باشد مشکلی حل میشود. اما اگر برای من نگرفته باشد انا بعدو میبینم چیکار میکنم با او. اوه بالا زنه. لباسی که برای تولین گرفته بودم در تاکسی فراموشش کردم. حیف شد ها. خیر هیچ گپ نه. رفتم که چیکار کنم. نصیبش نبود است. فاروق چرا در دستت یکون چیز نیست؟ چی؟ این رو بینه باز خودش رو به نادانی می اندازد. در دستت چرا یکون چیز نیست؟ چرا؟ باید چی میشد تولین؟ یا که تو یکم چیز خواستی که من نآوردم؟ این روبین باز گد میزند. هم فریب میکند هم آدم رو بیعقل فکر میکند. دیوانه میشوم آخر. مادر جان خواهش میکنم آرام شوید. چه فریب کردم تولین؟ تو خوب عقلت رو خوردی ان تولین؟ فاروق امروز تو رو در مغازه دیدیم. ملیس هم شاهد است. لباس گرفته ایستاده بودی. همین خیلی ها؟ تو مرا تعقیب کرده ایستاده ای. تو با من رشت داری ها؟ این روبینه باز پیس خم میکند. اونو در همین جزم کرده میکفم. فاروق لباس رو بکی دادی میگویم. بکی دادی از تو میپرسم. فاروق لباس رو بکی دادی. زنک جانم من اون لباس رو برای تو گرفتم لیکن در تاکسی فراموش کردم آخر. دروغ گوی رزیل. در تاکسی فراموش کرده بودم. گو گرفته با گو گریخت میگفتی بسیار در باوری هم میومد. فاروق سر شد. مگر تو خودت نگفته بودی که مرا با اونجا با تماشا با سرگشت نمیبری آخر من همون لباس رو برای تو گرفته بودم که ببرد کرده با اونجا خروخوری رو میماخیر. انا دیدید مادر جان بیهوده واهمه کردید. نه من به اینها باور ندارم فاروق. قایل شو گوش کن قایل شو. تو من هم آرام شوم و تو هم آرام شو. راستش رو گو تو هر دو آرام شویم. ای آخر بس است اکنون وقت دو بس است. تو هم واهمه کردی من رفتم خواب میکنم. تو خواب کن دم گرفته خواب کن فاروق چون که خیلی مونده شده ای. دیوانه میشوم. دیدی لباس رو نآورد. دیوانه میشوم. شده کن مادر جان آرام شوید. دیدی مرا بیعقل فکر میکند. یا سری خودت کار نمیکند. ای کودک آدم؟ مرا آدم گفتی؟ بله تو را گفتم. مگر تو آدم نیستی؟ بله آدم هستم. خیر بعد بسیار گپ نزنه اینجا بیا. کلی چی کار میکنید؟ مرا با کجا میبره؟ ای خاموشا بسیار گپ نزن. این چقدر زیبا بوده است.
من سوپر قهرمانم. اکا کی رو نجات میدیم؟ این کودک اینقدر لقی بوده است. گپر کم خاموشی است. اکا زودتر باشید، وقت رو از دست میدیم. سردار کودک رو آوردیم. امین؟ بله سردار. دعوت کردی آمدم شف. وظیفه من از چی عبارت است؟ شف؟ این چی میگوید؟ هی تو همه چیز رو نمیفهمیده ای. یکم وظیفه مخفی باشد. چرا تو اینجا ما رو مونده کردی؟ چخیر وظیفه مخفی؟ ما تو رو دوست دیدیم، پسرم دوست دیدیم. ما رو دیده اید؟ شما با این کودک نگفتید که ما او رو دوست دیده ایم. سردار نگفتیم، در حال برداشتیم. این کارتون معقول نشد. اگر دزدیده باشید همه‌اش را آشکار گپ میزنید. این کودک چی میگوید؟ پدرت آمده تو را نجات دهد. پدرم؟ پدرم رو با این کار همراه نکنید. این کنسانر کار نکرده چی؟ اینش کی باشد؟ لابای پسر در دستمان. چخیر پسر؟ من پسر ندارم. داملا ایلا را یک طرف بذار. با مشکلی گرفتار شدی میگویی که پسر ندارم. از خودت شرم دار، از خودت. وای برادر تو چی ها میگویی؟ گیر با پدرت گپ زن. الو داملا؟ الو سعید جان این تویی؟ بله منم. تو با اون آدمان چیکار میکنی؟ کیستن اونها؟ من تو نگفته بودم که مرا پسرم نگو ها؟ پدر جان. وای سعید تو چی گفته ایستاده ای؟ آدمان میگوین که پسرت در دستی ما، تو باشی پدر میگویی. سعید جان؟ پدر نجات ده. این دفعه تو مرا نجات ده. دفعه دیگر من تو را نجات میدیم. مایلش. پسرت را شنیدی؟ وای برادر شما کیستید؟ از کودک چی میخواهید؟ او را سر دهید. با اینجا بیا که بودنم را میبینی. اگر پسرت را نجات دادن خواهی با آفیسی نزدیگردش بیا. باز با پلیس خبر ندی ها؟ با خدا با پلیس خبر دهید، من خودم نمیایم. تو چی میگویی ها؟ بسیار گپ نزن، زود بیا. بیا خدا تا. چی گپ شده؟ من از کجا دانم؟ پسر در دستمان میگوید کودک سعید را دزدیدن. کی دزدیده است؟ از کجا دانم؟ پیش در راه رفتیم. چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ کودک رو نجات میدیم. یک کسی نیست خود ما رو نجات کرد. پسرم پدر دست و دیوانه بوده است. وای من با او پسرت را دزدیدم با پلیس خبر نده گفتم. او باشد با من تو با پلیس خبر ده گفت. این دیوانه است. من پسر تو را دزدیدم چرا با پلیس خبر دیم؟ یا خدای توبه این داملا مگر به عقل است؟ سردار اگر او عقل میداشت شما رو با سرش نمیزد. وای تو با من چخیل گپ میزنی؟ زبانی تو بسیار دراز شده است. این کار تمام شود زبانت را کوتاه میکنم. مشکلی در چیست؟ برای من شده بحث نکنه. دمت را گیر. خدا نگاه دارد اقلا با کودک یگان ضرر نرسد. تو همین سقره را دوست داشتی چی؟ وای کودک از چخیل دوست نمیداری؟ البته کلاس چرا دوست میداره. شرکت بیهوده گپ نزن از برای خدا. برادر گوش کن، چون با اونجا میرویم میبینی که سعید جان رو از دست آنها نه، آنها رو از دست سعید جان نجات میدی. بیا زود رویم مگر کودک رو میدوزدن. شفی بقاهو شف کماندون. الو گپا نفهمیدی یک کلاخاوس. چی میگویی؟ چی میخواهی؟ با داملازیو بخشی با پدری من چی کار داری؟ جان کرده؟ بحث کردیم. شپاتی او دارد زد. مرا گوش کن، من از هیچ کس مشت نمیخورم، فهمیدی؟ البته پسرم داملا گفتیم، ایمان گفتیم، حرمت کردیم، اما از حد گذراند. نباشد مرا در حیات زدن نمیتواند. البته مرا گوش کن، تو با من این خیل بله گفتم مرا دیوانه نکن. یا خدا توبه تو دیوانه میشده و من کودک هستم. چرا با من کودک بار سخن نمیگویی؟ به عقلی کلاخاوس. کودک باشی کودک ید را دان. مایلش خاموش شدم. کماندون تلفنت بازی دارد کمتر بازی کنم؟ تلفنی من بازی ندارد. اینترنت بگیرم. تو هم خاموش دانی مرا میخوایی؟ چی تلفن داری؟ آیفون 7 داری یا که چرمق شکنه؟ گیر از اینترنت گیر. ما
باید با حاجتخانه برم که همینجا تر میکنم. یا خدا درد این تمام شوی ندارد. این را گرفته به حاجتخانه برید. تو یکان گلنی؟ بله. ما فکر کردم که تو آدمی با عقلی. وای خدا این چه بوده؟ خدا زنده بالا زنده چه بوده؟ این حجت را به خزینه بذار. اطاعت. سردارم یک خبر دزدیده شدن یک کودک آمد. در نتیجه معاین کردن شخصان دزدیده آدمان نجی انبور برآمدند. یکون خطا نشده باشد لبند. نجی انبور کودک نمیدوزد. این نجی انبور کیست؟ جنایتکاری که جستجویش داریم. بچه ها زود آماده شوید. به عملیات میرویم. زود باشید. زود. عملیات. اما هم همراه شما. تو به کجا؟ شین در جای. سردارم ما یک جا به عملیات نمیرویم. برای خدا مرده تایمو طرف بیاره. بچه ما با میروزون عملیات سازیدیم. ایوایستا علیالله بای کلغاوز گوش میکنم. های تمام خاموش کردم. تو با همه داری بسیار دروازه‌بانی بد بدهی. پدر این کودک در کجاست؟ چی شد؟ از ما بیزار شدی؟ پسرکم تو چرا اینقدر بسیار گپ میزنی؟ آیستایی سردار اگر خواهید کودک را سردی هم رود اون آدم به هر حال به اینجا میآید. او را خوب لطکون میکنه میرود. تو روی خانه‌تان رو یافته میتوانی. چیزی که باشه آجی گفتم میام، لیکن به شرط که کلغاوز تلفن شما را پدرکه میکنه. من به شما گفتم که جوی سستی آدم را یابید شما رفته سلاحی مخفی آن آدم را گرفته اید. هوشیار نیستید. از کجا میدونیم سردار؟ آخر کودک یادی فکر کردیم او رو. های ایدار کارهای اخیرت همش فچ تو رو دفع میکنم. خدا سردار مرا با دیگر گروه ها بسیار تکلیف دارم. خودتان میدونید. با من شرط میگذاری؟ های تو را راندم دفع دارم. بیا کلغاوز. بالا زنده بر پدرت لعنت. ایستا میگویم بیا. اینجا بیا نگریز. اینجا بیا نگریز. تو را از پرندی میپرتایم. نگریز میگم اینجا بیا. ایدار آمده مرا نجات یخی بیا. مرا شما رانده تو سردار من دیگه یاری رسانده نمیتوانم. من شوخی کرده بیا با کار میگیره بیا. نجات وای داد بر پدرت لعنت کودک تو چیکار کرده ایستاده فرای بر پدر گم شده وای داد بر پدرت لعنت بر پدری حرفیت تو لعنت همین نشد وقتی با تو ملازم یا یکو یاده تا شپات یا دارت میزنم. تو رو میکشم این کودک. وقتی خوابم شدی پدرم کجا شد؟ خیلی که دیر کردستای. پدر این سبیلی کجا شد؟ ما در اینجا میگلم پدرم که ما را بدار کنه. در همین جاها باید باشد. شوکت چی گفت شد؟ در داخلند. در درون. برادر ها اینجاها آرام است باز یگان دام نباشد. دام باشد دام. کودک رو تنها نمیمانیم. برادر من یک بار بینم بخشش. این کلانی مرشه بوده است. من خیال کردم یگان شوریست شد. چی گفته ایستاده این؟ باز دو آدمی دیگر این را بینم. برادر به این آدم چی شده است این خیل؟ سرش بسته در پایش پایزال نیست. از کجا دانم؟ شاید سعید کرده است. من گفتم که این آدم ها رو نجادهی میرویم.
بیا رفتیم نجات دیم ثواب میگیریم. کودک در اونجا خواب است. این تشینی خوبه. شوکت برادر تو با سر کوچه برآمده انتظار شو. در نزد اون ماشین نظارت کن. من با درون درایم. من قتل میرم. شوکت گفتم رو اجرا کن. ای چرا من دارم؟ زود باش شوکت. زودتر. بسی. در جایت است. آهسته آهسته دستانت را بردار. اکنون آهسته آهسته به طرف من گرد. بگرد. بگرد بگویم. بگرد. از این کارت حلاوت برده ایستاده یا راگر چی کار کنم پدر؟ من را پدر نگوی. تو هم پسرم نگو آخی نام دارم. ای برادر چی قدر اومدی مردم این نظارت کنی؟ خدا را شکر که نظارت کرده ایستاده. احمق پلیس ها آمده. راست میگی؟ ما هم خیلی نگاه داشتم یکم کس نگذشت چی گذشتن او؟ یا خدایا این چی خیلی آدم هستن؟ که شوکت رنگ خیز خوب میگیری با گوزانی طبیعی؟ دم طبیعی خردور. زود با شوکت رفته میگریزیم. شما ماشین نداشته یه رو برای اینجا گرفته؟ مخصوص برای شما گرفتیم جناب سعید جان ماشین دولتی. امانت گرفتیم حاضر رفته در جایش میگذاریم. رفتیم. زود باش زود. وای دستم آشتد. خوب هستی سریناز؟ خوبم. خودت چی خیلی؟ خوبم. با فکرم همش رو دستگیر کرده. دستگیر کرده اما یک تاش گریخت. همه وقت یک تاش میگریزه. بیا رفتیم. تو پدر و مادر نداری یه سغره؟ نوش نبود. برادرها این شوکت شما نمیشود؟ نه نمیشود. تو با نزد پدر و مادرت با خانه خودت رفت. سعید جان پسرم در این ساعت در بیرون چیکار میکنی خر بچه؟ اینجا بیا. سعید جان اینجا بیا. شما پدر سعید جان هستی؟ بله من پدرش هستم.
آها پدر بودنت رو اکنون به یاد آوردی. توبه شما باشید مادرش؟ بله مادرش هستند. مادر بودنش نو به سرت آمد. مرا گوش کن خیری، در پیش این آدمان دهان مرا نکشا کی؟ اگر کشایم چی میشود گلی؟ کشا گوش کن خیری، عصبهایم رو ویران نکن که پشیمان بشوی. من پشیمان میشدم خانم گلی. در اصل تو پشیمان میشوی. من چرا آخر در این ساعت با تو گپ زده ایستادم؟ من میروم. تو مرا نگرفته به کجا میروی؟ مرا دیوانه نکن خیری. گوش کن عمری مرا صرف کردی، بیهوده صرف کردی. من عمرت رو بیهوده صرف کردم؟ در اصل تو عمری مرا بیهوده صرف کردی. اینها کودکشان رو فراموش کرده میروند. بس کجا؟ برادر چرا دستانی چرکینت رو در ماشین من تازه کردی؟ یکی حواسم کرد. صغیرت بگی آخی. گلی بین از پشت تو کودک را فراموش کرده. یا خدا یا توبه، از پشت من بود است، در اصل از پشت تو. از پشت من؟ بسیار گپ نزن. تو چی ها میگویی؟ گپ نزنم؟ تو دهانی مرا نپش. درخ شده را سرم و ماشین سوار شم. همه عیب در من است ها؟ کاش که یکون زنی دیگر بگیریم. وقتی به شوهر میمونی. کاش که به شوهر میموندم تو را من نفهمیدم که چرا این پسر شب و روز در کوچه ها میگردد. پدر و مادر این خیلی باشد کودک البته از خونه میگریزد. به خدا اینها اولادی اونا بدهنی. شوکت بیا ما هم رویم. اوف سلیم، من چیکار میکنم؟ این زیو خیلی یگروی دارد. زورو اول آرام شو، بعد فکر میکنیم. بابایم هم بجز زیو گفتن دیگر چیزی نمیگوید. برای کلاس چای دم کردم. این خیلی خواقی نگاه نکن. میگویی زورو رو من جدا کرده با شما ایتون. یگان کار کرده ترا با بابی اکرم آشتی کردن در کاری. آشتی شویم چی میشود؟ توی میخوریم برادر. دایم یک ترانه. دختر من را دوست نمیدارد آخه. دومروزی مرا هیچ دوست نمیدارد. خودش چی گپه؟ دوست نمیدارد. خدای توبه گوی از راستی اولاد دور میشوی. عزیز من، همچون انسان میگویم. عین حال نسبت من یک روی دارد، این رو حس میکنم. برادر گوش کن، این خیلی ناامیدی به تو زیبنده نیست. من از روز اول میدونستم که دل زهرا را تو به دست میاری. برادر باور دارم. بیشوخی گفتستم به خدا. تو حالا ناامید نشو زورو جون. من باور دارم تو کاری کرده البته دل دوملوزیو رو میابی. بیهوده من رو امیدوار نکن سلیم. یعنی آخر حالا چی بگویم؟ از روی چیزهای فهمونده شما درباره شما رو فریب کردن یکی فاروق یگان نتیجه نمیبراید. آخر یگان دلیل نیست. بله مادر، سمیر راست میگوید. فریب میکند آخر. باز چه اثبات شود؟ من در حسیاتم قطعا خطا نمیکنم. نه عمیق او مرا فریب میکند. اگر در اصلش نظر کنیم از چشم من هم دور نیست. یعنی وقتی آخر بختش بسیار اهمیت میدهد. مثلا ترجمه نمودش روی واسه کرد. شما گوش کن میلیس چی میگوید. من یگان چیز گفته ایستادم اما سرتون نمیفهمد. یگان چیز رو نمیفهمد. سمیر هم مادرت راست میگوید؟ البته که راست میگوید. البته او مرا فریب میکند. البته راست میگوید. یعنی در پدرت تغییرات های بچه‌ش نمایان است که این رو هیچ کس رد کرده نمیتواند. پدری من این خیل کارها رو نمیکنند. میلیس گوش کن، خوب فکر کرده. طرفت رو انتخاب کن دخترم. طرفت رو انتخاب کن. مرا انتخاب میکنی یا پدرت رو؟ به خدا اگر جدا شویم تو رو به پدرت میدهم. اپا جان، اون با من خیانت کرد. چی؟ اپا جان، یزنه اونال این خیل کارو نمی کند. من دینا با تو گفته نتوانستم. در اکادمی پلیس یک دختر بود است. دوست داشتنش. دینا هر دویشون رو دست به دست دیدم.
پس شاید در نظرت نموده است یزنه اونال این کارو نمیکند. ای زهرا دیدم میگویم با چشمانی خودم دیدم هر دویشون دست به دست بودن. شاید ندرست دیده آخر یزنه اونال این کارو نمیکند. چرا میکند؟ او هم مرد نیست؟ همه مردان میکنن اینو همهشون یکن. تو هم به این دومولو زیاد باور نکن. به فکر من او هم تو فریب میده. وای من نکن. در بالای دومولو زیاد گپ زده ایستاده‌ایم. خیر دومولو بوده است چه فرق دارد سلین جان؟ مرد نیست همهش یک است. او هم میکند. هم این کاری کردهش مگر یگان شهر دارد؟ چرا ناگهان از اینجا کوچیده رفت؟ چرا عجبا؟ چون که به فکر من او هم تو را فریب میکند. چون که شاید با یگان زنی بای و زیباتر شناسد یا اینکه از تو بیزار شد. اپا جان چی اپا جان؟ اپا جان زورا نمیفهمی؟ من تو رو آگاه کردنی هستم. اینقدر ساده نشد. اونال با من همیخل رفتار کرد. اونال خیانت کرد. اپا یک دقیقه ایست. زورو جون بگذار کمی تنها ایستد. دومولو زیوی میشناختگی من اصلا هیچ یک کار نمیکنم. یعنی در حقیقت دومولو است. مایلش به فکر من هم همیخیل است تو. درست من غضبش آوردم ولی در زمستون برام در رفتنش چه معنی دارد؟ سفسطه نگوی زهرا. انیخ در حیاتش یگان زن هست سلین. اینه سیوا سروینوس لبای اونم چی گفتنی بودم؟ از تو ممکن است یک چی خواهش کنم؟ البته. عجبا با حالی گم میزنی؟ حالا او ما رو دید کو خطا فهمیده است. اگر من زنگ زنم مرا گوش نمیکند. شاید گپی تو رو گوش کنم. البته. بسیار غمگین نشو. من زنگ زده با او میگویم که در بین ما یکون چیز نیست. تشکر زیاد. خواهش میکنم. باز یکون فرمانی دیگر داری که میستر اونال؟ نه تنها هم قدرش رو کن بس است. مایلش تا بازدی. اوف علی اوف. زهرا بابا جان حالتان خوب است؟ خوبم. با کجا؟ با کار بابا جان. زهرا با دامولازیا بگو بگاه یک مرا خبر گیرد. با او گپ دارم مهم است. مایلش بابا جان. چای آوردم. تشکر زیاد خانم سبت. رحمت. تشکر. اشتیایتم. دینا شب در خونه نوتون براحت خواب کردید دومولا؟ بله خوب کردیم. گفتم اونم برای همه خدمت‌هایتان فراموش کردم تشکر بگم. شما نمی‌بودید ما در خانه جابجا نمی‌شدیم. هیچ گپ نه دومولا. مگر این خیلی نشد. سلامت باشید. اوف کلهای ما می‌آیند. در سرش تاولک زنم؟ با اشتهای تام دوملا. ما را همراهی کنید؟ نه رحمت ما صبحونه کردیم دوملا. دوملا دوستم جمیل برای یک گپی مهم رو گفتم با پیش ما آمده است. بخیر است؟ بخیر. جمیل جان تو با دوملا فهمون؟ دوملا چقدر تشکر گفتنم رو نمیدانم. همه گفته های شما را کردم. باور کنید همسرم به من رشک کردن را آغاز کرد. تشکر زیاد. خواهش میکنم هیچ گپ نیست. دوملا بسیار کاری ثواب کرده. از برای خدا نشسته یک چای نوشید آخه. مرحمت. مایلش میشینید. خانم سیوال شوکت دو چای بگو. سیوال جان دو چای دیگه برای برادر ما بیار. یک لحظه. یک تاش کبود باشد. اکا جمیل لبای بخشش اکا کمتر وقت اونا میگیرم بخشش. مرحمت چی بود؟ یگان چیزی مهم نیست. من با دوملوزیا آیدی مسئله های مولوی مشاوری میکنم در این زمان. یعنی پرودوسری دوملوزیا هستم ده اکا.
وای خدا شر میکنه دکه. راستی گپ چی گفتنت رو نفهمیدم. یگون پرابلم هست. یگون پرابلم نیست که جون. چیز سفیدی میگن، حق خدمت میگن. یعنی که کی سر بکو جون. انا میخوام. یالتای دیگه. تشکر زیاد. اوشون بتیو خیر. بدیلی که شده که البته جناب با دکتری عشقمون همه چیز حلال بود. یعنی گفتنیم که خیلی یک مشتری ما نیست که جان کارتون برار گیره. انا کارت فراموش نکرد که جان. بو بیا تا بازی دکه جمیل جان باشه که باشه برگه. او اکای کنان جان بخیر باشد. شما رو کدام شمالو به این محله آورد؟ داملا با دکتری عشق کار آغاز کرده است. من هم گفتم یک دکتر را زیارت کنم. اکای کنان جان که از کاری ما با خبر باشد تمام شهر آوازه شده است. این داملا چه قابلیت ها داشته است؟ البته که جان البته. های نما که با تو باور نکرده بودم اما راست بوده است. تو نمک خنک نظرانه نگاه نکن. گپت راست بوده است. اکا جان مردکای محله در نزد داملا برای این کار در نوبت میستند و همش بو نرخ نمای خیچه داره. برای یکم باشه ارزون تر. شوکت لبای پول مهم نیست. من تو را از سر تا پا غرق پول میکنم. تو غمگین نشو. داملا در کجاست؟ در مسجد است؟ نه او در آفیسش است. در مغازه شیرینی. نباشد میروی. مرمده که جون بگذاری. رفت. السلام علیکم داملا. و علیکم السلام و علیکم السلام جناب کمال. خوش آمدید. خوش باشید خوش باشید. چه خیلیت از شما رو خیلی یاد کردیم داملا. با خدا ما خوب هستیم. شما در کجایید؟ چند وقت شد ندیدیم. بله راست میگوید داملا. با من یگان گفتنی ندارید داملا. چرا؟ شما آخر بسیار کاری ثواب میکرده اید. یعنی آدمان را صحت میکرده اید، مناسبت آنها را کشاده میکرده اید، مانند دکتری عشق. شکر اینه آخر آقای کنعانی با حمایت انسان ها. آخر من تنها توصیه میدیم نباشد من گویا دکتری عشق شدم و به درد انسان ها درمان شدم. همه شکایت میباشند. این خیل نگوید داملا. خاکساری لازم نیست. از شما خواهش میکنم برازگی خدا با من یک دو توصیه میدادید. انشالله با من هم کمک میکنید داملا. عجبا موضوع چیست؟ چی گویم داملا؟ گرفتار یک عشق شدم داملا. درونم میسوزد لیکن آن مخلوق قلتکیل از بود که برای به این حال گرفتار کردنش دکتر با من نگاه نمیکند. لابای لبین کمیسر سرویناز چی من بگو آخر. خیر نباشد میگویم. کمیسرم من فکر میکنم که شما زن هستید. امی خیلی نیست؟ بله زن هستم. باور کنید زنک خشروی. تشکر زیاد. نه همه زنها خشروی نو لیکن خشرگی شما رنگی افسانوی هست. خیلی افسانوی. عزیزم یگون چیز گفتنی هستی بگو. من یک عروس دارم مثل شما خشرو است. باور کن عروسم خشروی بده. لیوین زود بپرس. یگون کس از اینجا گذشته بیند فکر میکند که تو با من تکلیف ملاقات داری. بپرس. نه مگر این خیلی میشود. استغفرالله. من تنها درباره یک چیز همچون زن از شما توصیه گرفتن میخوام. چی توصیه بوده است؟ خفه نشوید. شما زنی خشروی اما نکی من یک عروس دارم از شما دا خشروترم. به حد خشروی. خیر یعنی من میخواهم از شما یک چند توصیه بگیرم. چه خیلی کنیم که اما عروسم به ما عاشق شد. با خدا آقای کنعان همین رو بگم. در اینجا جنتلمنی مردانگی بسیار مهم است. جنتلمن میشوید. زنها مردان جنتلمن رو بسیار دوست می‌دارند. داملا در این باره یگان مشکلی نیست. نسبت زنان من بسیار صاحب احترام هستم.
اما جنتلمنی به این زن هیچ تاثیر نمی کند. این از زنهای میدانسته ما نیست. مرا محو کرد، مرا میدواند. گوش کن لیوین، با زنها مردان جنتلمن پسند است. بله کمیسرم، اما یعنی چخل گویم جنتلمن فایده ندارد. با مردان جنتلمن اونقدر اهمیت نمیدهد. یعنی ماچو، فهمیدی؟ ماچو رام دوست نمیدارم. این را من خودم نمیدونم. فکر کردم سرم اومخته شد نیفتم. آقای کنعان، زنها و مردان قهرمان بسیار توجه میکنند. قهرمان گفتید؟ عیناً. از همین سبب یکان قهرمانی میکنید. درست، با خدا که درست. داملا، با خدا که من این را 100% میدانستم. حتی یک مراتبه با یک رفیقم این را توصیه کرده بودم. انا آقای کنعان، دانستن کفایه نیست. یعنی چیزی که در نظریه میدونیم باید تطبیق کنیم. والله که راست میگوید داملا. با زنان مردانی قهرمان پسند است لیوین. قهرمان؟ البته تو یک رفته قهرمانی بفهم کنی بعد میبینی که از بسط میآید. راست میگویی؟ انیق میشود. کاش که برای من همه یگان اصیل فایده آور باشه. با شما یگو کس قهرمانی کرد یعنی فایده دارد؟ البته دارد. قهرمانی شما کیه؟ عزیزی من. سردارم، من رفته حجت رو از نظر گذارانم. شما شنید؟ مایلش لبین. سلامونم. سلام سروینوس. سروینوس، با حالی گپ زدی چی گفت؟ ببخش از خاطرم برآمده است. امروز کار بسیار بود فراموش کردم. حاضر با او زنگ میزنم. اگر زنگ زنی بسیار خوب میشود. آخر شبهش زیاد میشود. من همین رو میخواهم. من زنگ زدم لیکن نمیبردارد. زنگ میزنم. حالا کمتر کار دارم. اگر خواهی آمده در نزد تو زنگ میزنم میشود. بلش، تشکر زیاد. مایلش تو باستی. تو باستی. تشکری زیاد. خداوند چی مراد و مقصدی داشته باشید رساند. دستتان را یک بوسه آقای کنم کنعان، داملا. میشه نکنید. سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. مهمانو را بسیار کنید. هر کسی که شنید به نزدم می آید. با من عاشق میشوی سیلین. برای من کوه ها رو چپه میکنی. من فراد کوکن میشم، تو باشی شیرین. کوه رو فراد چپه میکرد یا شیرین؟ نفهمیدم. شما ما را خوب گوش کنید. چنان رفتار کنید که گویا خانم سیلین را دزدیده ایستاده اید. احتیاط کنید که یگان ضررش نرسانید که بعد احوالتان بد میشود. شما را پاره کردن نابودتان میسازم. اکا برای باز هم حقیقی شدنش این خیلی حرکت های سخت‌تر کنیم چه لفظ نه؟ حالا یک حرکتی سخت میکنم انا بعد میبینی احوالات را. حیوان، احتیاط کنید دخترها، ضرر نرسانید. مرا فهمیدید؟ سردو اجازت ده گرویک تو زنم. ای کلغاز، تو خوابی نمیفهمی که سردار چی میگوید ها؟ ای بچه ای بیعقل، تو حالا از موضوع بیخبر است یا برزگاو؟ اکا اجازت دید من یک شب حالا که آبدار زنم از خواب بیدار میشم. خاموش شوید. روید از اینجا، زود روید. تیاری بینید. لعنتی ها، زود روید. بلکن اکل دمایی بیعقل. کار براشان یک دیگر را موش زدن است. بعد هر دوتون یک دستی هم دختر میقپید و در این حالت شما دختر رو غم میدید و قهرمان اساسی فیلم لیوین با میدان میآید. وقتی که او میآید وله خواه از دهنم چیزی که برامد شما بفهمید. بعدم حالا در هر دی گوشتون میخپم با می سرم در کله بیرسید کله خطی میزنم. نه کله خطی نمیزنم که اچکیو میشکنم. با موش در روتون میزنم شما در زمین میخیلید. بعد سیلین جانم میگیرم اچاق خدا میرم پای زندگی. اول پول را گپ زنده از روی آن فکر میکنید. شما در قصه پول نباشید. پول برای لیوین پرابلم نیست، توغریه. پول ایچه که دست های مهم که مهنت حلال بکنه و شما 100 سوم آوانس میدید.
مرا گوش کن. اگر با ما یگان چیزی درست تکلیف نکنی از جای همه پول رو میگیرم. تمام شما درم آدم خطا میفهمید. چی میشه کوزی برای شما را بودرینگ بخرم 1 کیلویی؟ من شما را 100 سوم دادنی هستم. 1-4 کیلوی بودرینگتون میخرم، پمیدور میخرم. قیمت کوزی در تلفن 3-4 سومی میپرتم. من خیلی نوآدم نیستم. ای برادر ای دست ما 1 سوم بگیر برکتش 1000 سوم ده زیاده. اگر نگویی ما با این کار راضی نیستیم. تمام برادر حق خدمتتون گپ بزنید چنده؟ 2000. ای برادر در 2000 ما پول 3 ماه کوارتیر ما میسپرم. خیر نباشد یگان کسی دیگر رو جستجو کن. از 2000 کم نمیشود. تمام من روزی 100%. لیکن برادر عزیز 1-2 ماه ما قطعیتون زندگی میکنم. خانه دا یاردم میکنم، رو بچین میکنم. نمیشود. میلش اکنون من در کجا زندگی میکنم؟ در خانه کمیسر اونم. به این هم با او پول اجاره نمیدیم که تمام هر ماه اولیگ من میگیرم 100 سومیتون میتونم. اگر راضی باشین بسیار خوب میشه. نه تمام 2000 سوم میتونم کارم بود کنید. تمام بعد دیگه نه که برادر برای خانم سلین 2000 سوم چیه؟ اگر در کار شود جان ما فدا میکنم. اگر در وقت عملیات در پوچه سلینجان 1 خار بغلطه نگو که خبرمو نکردی. فهمیدی اوینسر؟ فهمیدی خوشبرو؟ شما خوب بدونه که من کارمند ارگانم. اگر در وقت عملیات یگان خطاگی شوه بعد در ملیسه خونه گپ بزنی. به شما خانم سلیق پیرید کنه. هر چی که داشتم برای شما فداش کردم. برادر تزی صبحش کن. دیر شد آخی از پای کار شدن در کار. گوش میکنم. سلام خانم حاله من سربیناز. تو چرا با من زنگ میزنی؟ با کدام روز زنگ میزنی؟ گوش کنید خانم حاله من برای یک نوفهمی رو از بین بردن زدم. آخر در بین من و اونال یعنی کمیسر اونال بغیر از مناسبت کار چیزی نیست. با تو گپ زدن نمیخوام. نشنیدی مرا؟ خانم حاله شما اون روزی که ما را در طرف خانه دیدید حادثه ها حقیقی نبودند. شما فقط یک قسمش را دیدید. ما در آنجا یک کسی که به خودکشی دست زدنی بود مانع شدنی بودیم. برای نجات دادن یک شخص بود. گوش کردن نمیخوام گفتم. اما خانم حاله آخر شما با این رفتارهایتان با کمیسر اونال بسیار ناحقی میکنید. و در حقیقت شما را بسیار دوست میدارد. ما در یک مسئله مناسبت داریم. این هم باشد کالتاکلوس را دستگیر کرده. خیر با شما برای کار خواهانم. امیدوارم اون کالتاکلوس را تا آخر عمرتون دستگیر نمیکنید. احمق. ما نفهمیدم یگان چیزی خطا گفتم. کالتاکلوس نمیگفتی خوب میشد. از پشت کالتاکلوس ما با حال بسیار جنگ کرده. باز هم برای زنگ زدن تشکر زیاد. آخر همه چیزی گفتم حقیقت بودن اونا. تو یگان گناه نداری. حاله در این هنگام ها کمی پریشان است. نامردها شما بزن دست برداره. قاتلان شما را نابود می‌سازند. یاری دهن. هی لعنتی ها چی کار میکنن شما؟
خانم سلن شما خوب هستید؟ تمام کار دست باشید تماما نترسید چون که جنتلمن لون شما را نجات داد پروا نکنید آمدم خانم سلن ای چهارچشم تو در اینجا چی میکنی ها؟ ای برادر ما پلیس هستم در اینجا بودن من معنا دارد شما چیکار میکنید در اینجا؟ آقا پرابلم دارید مثل یک سگی بویگیر کجایی که دارم همان جایی آن آدمانی که خانم سلن رو زدن آدمان تو هستن آن جنایتکارها رو زدم تو را قهر کردم چه خیلی جنایتکار؟ تو چه میگویی؟ من برای نجات دادن خانم سلن آمدم این زن یک قهرمان داشته میتواند این هم باشد منم با تو چی؟ خانم سلن یک قهرمان دارد آن منم تمام این را از خاطر نبرو شودکنون بحث کردنتون هیچ در کار نیست تشکری زیاد در کار نیست فهمو؟ خواهش میکنم خانم سلن هر زمان فرمان برداری شمایم خانم سلن اگر این شما را ناراحت کرده ایستاده باشد امر کنید من این رو در حال دستگیر میکنم چه خیلی دستگیر کردنه؟ ما در اینجا وظیفه شهروندی همون را اجرا کرده به یک زن کمک کرده ایستاده سردار وقتی ملاقات اومد دیرید از اینجا میروید چه خیلی سردار تو کی هستی؟ سردار من محافظتون هستم دیدید خانم سلن این ساختکار برای خود را در نزد شما قهرمان نشان دادن آدم فرمایش دادن پای برده دانها آدمان اینن این یک بازی است اینها فریبگرن چی؟ تو کی را دروغگو میگویی چهارچشمه حاضر من تو رو هی تو چی گفته ایستاده دیوانه ای؟ خانم سلن با خدا که با او باور نکنید تهمت کرده ایستاده است این گوشلخه نسبت ما رش کرده ایستاده است تو درباره کدام مناسبت گپ میزنی ها ابله خانم سلن لطفا مرا ابله نگویید خواهش میکنم خانم سلن هیچ خاطر نشوید من این ابله رو برای بند تشکیل کردهش در حال دستگیر میکنم امر کنید فرمان بردارم تو درباره کدام جرمی بند تشکیل کردن گپ زده ایستاده ای تو عقلت را خوردی گوشلخه عقلت را خوردی چه خیلی دستگیر کردن من در اینجا وظیفه شهروندی ام را اجرا کرده ایستادم با یک زنی محتاج کمک کرده ایستادم ای بیامان بازی ساختت آشکار شد چی گفتنت را نمیدانی خانم سلن یک قهرمان دارد آن هم باشد منم سردار 300 سوم دیگر رو باید پرداخت کنی سردار چی خیلی سردار شما هم انتظار شوید کم تطفر شما را هم دستگیر میکنم رو دندان رفیقم را شکسته در شرط نامه منیخل نبود استودیوی سامان فیلم تقدیم می‌کند